اقدام آرزوهای خود را عملی سازید از شرکت سامسونگ در تاجیکستان به آخر رسید. در مراسمی با شکوه در مرکز تجارتی سیامامولی شهر دوشنبه غالبان این اکسیه معین و با تحفه‌ها قدردانی شدند. خاطر رسان میشیم که این اقدام از 15 دکبر سال 2023 تا 25 ینوری سال 2024 ادامه داشت. مراسم جنبسته شماره زیادی اشتراکیان اقدام را به هم آورد. آنها شخصانی به سن 18 سالگی رسیده شهروندان جمهوری تاجیکستان میباشند و شخصان با کوشش و واسطه‌های خود تمام شرط‌های بازی را اجرا نموده اشتراکچی اکسیه گردیدند. در دوام بیش از 1 ماه و 10 روز هر نفری که از محصولات تحت تمغه مالی سامسونگ خریداری نمود امکان پیدا کرد که شرکت کننده این اقدام گردد و تحفه‌های خود را صاحب شود. یخدان، ماشین جمع‌شویی، تلویزیون و چند کشک و غیره از جمله تحفه‌هایی بودند که به غالبان سپرده شد. رحمان نورمتوف نیز در این اقدام غالب آمد و تحفه خود را صاحب گردید. در اقدام شرکت سامسونگ اشتراک نموده یک یخدان خریداری که نمودیم و یک تلویزیون همین رو بختمون اومد کردیم صاحبی باز اودیو سیستم گشتیم. همین خیلی رحمت به همین خیلی شرکت سامسونگ که همین خیلی اقدام ها رو تشکیل میکنه و باز ما حواسمند میشویم. شرکت سامسونگ همه تجهیزاتش با صفت است، خوب هستند. همین برای خلق دور و دراز خدمت میکند همین تجهیزات ها. باز با اقدام گرفتیم که باز یک تلویزیون دیگر خرید نماییم. باید گفت که غالبان بازی با استفاده از گنراتور رقم‌های تصادفی آنلاین در وب سامانه مخصوص معین شدند و جریان آن توسط شبکه‌های اجتماعی مستقیما نمایش داده شد که این همه از شفاف برگزار شدن آن گواهی می‌دهد. امروز در این سند در مرکز باشکوه سیامامول شرکت سامسونگ تاجیکستان بازی فینالی خود را گذراند. من باشم به حیث ژوری کفالت می‌دهم که بازی در چارچوبه قانونی بازی سامسونگ گزارش. از این روی از شرکت سامسونگ تاجیکستان میانه‌داری خود را بیان می‌کنیم. در مجموع شماره تحفه‌ها در اقدام ادانه شرکت سامسونگ در تاجیکستان به 13 عدد می‌رسید. لازم به ذکر است که سامسونگ با محصولات با صفت خود در تمام جهان شناخته می‌شود. از این رو در تاجیکستان نیز به آن اعتماد دارند. مسئولین شرکت در آینده نیز برای دوستداران محصولات سامسونگ چنین اقدام‌ها را تشکیل خواهند کرد.